من بگویم قربان به اینا مجوز تبابت نودید. اینا صلاحیت مجوز نداشته بیدن. اگر بهشون مجوز تبابت بدی فرابسار همینن که با آدم حساب وکنن دیگه نوکنن. حالا من بهتون بگویم چشم قربان، حتما بنده به حرف شما گوش میکنم. فقط یه سوالی من دارم قربان. کسی از شما سوال پرسیده؟ نه من نپرس. کسی از شما خواست که اظهار نظری بفرمایید؟ نه. کسی از شما خواست که راجع به ژاندارمری برره خط مشی تعیین بفرمایید؟ نه بپرسید. خب پس غلط میکنه که راجع به مسئله به تو مربوط نمیشه حرف میزنی. ببند پوز پلیدتا. تو دکتری اصلا؟ تو دکتری؟ دکتر بیدم. حتما این یکی هم به قیابتم حتما بخوره. کسی اصلا با شما صحبت کرد؟ نه خوابه کسی گفت تو صحبت بکنی؟ نه کسی از شما چیزو پرسید؟ ببند حرفتو تا اینو نکردم تو دماغت. کاملا مغزش از کار افتاده، حالیش نیست چی داره میگه. خودشو وزده به چلومه ای که نوندازیم بهش توی زندون. پاشو منو بیرون جاسوس. آشو نکبت کتکله چرمت شمپت. یک دفعه دیگه ادای من درباره این سبیلات میکنم دود میدم ها. باش کن شد چه شدم. برو نبار صداقه چه غلطی داری میکنی؟ این خوبه حالا کهنه شد؟ نه روی نو بیده. چی شده کهنه نشده که. یعنی چی نو بیده؟ اصلا کی از تو نظر خواست؟ تو کارشناس آثار باستانی هستی نکبت؟ خودت گفتی خب نظر ببر صداقه. خودت چه غلطی داری میکنی؟ رنگش بزن مگه نمیبینیم؟ رنگ میزنی که چی بشه مثلا؟ دارم رنگ بزنم اقلا حالا که نبقیم کهنه وشه اقلا رنگ بزن با من تنها بفروشمش گرونتر بفروشم. درد طلا این رنگی یا نکبت؟ چه رنگی بی؟ خب طلا سبز بیده. اینم سبز بیده دیگه. خب یعنی خاک برو سرت بکن. زهر صدای نکرتا بخونم. خیلی قشنگ میخونه با دانگ بالا مرمر میخونه. مرد بذار بخوابم. خسته بشدم. نه بلده در بزنه، نه بلده بگه سلام، نه احترام نظامی حالشه، نه شعور داره، نه عقل داره. خوی حاله یعنی چی؟ من واسه تو این چیزی باید بردم بدم. چی آوردی؟ از این همین چیزا که از مرکز واسه تون باید. اسمش چی بیده؟ فتلگارد. فتلگارد؟ نه اسمش چی بیده؟ گلترافت فتارگرد گلافترک. برو سرت بکنم. چی این همه تلگراف بر ما اومده تو هنوز اسمش یاد نگرفتی؟ حالا همون واسه باید بردم. بالا بده. چی بدم؟ چی با زهر مار همون فتلگارد. منظورت همون فتلگارد بیدم. ببند باد حلقت ها. بعدم دیگه الان این گیر که باشه که تیر خلاصی با خودم با همه بکوبم تو مغز دست تو من راحت بشه. باش برکم شو اصلا. من واسه یه گردن خود واسه بیارم وزن اعصاب یکم خورد بیدم. باشه برو که یکی از دیری بزنم که یکی از من بخوری یکی از دیوار. باشه برو دیگه. بردش برو خندات ها ببرن. قربان سلام. زهر من نکبت خود تو که خونه جگر کردی منم. یواشتر. ببخشید. قربان یه تفلگارد فوری داشته بیدید و یا تلگراف. بگم جریان از چه قرار بید جیگر؟ یاور تغرل از دستتون خیلی عصبانی بید و خود پوست از سرتون وکنه. زود باش از خود غلط خواهی در وکن جیگر. حلقتا به بچت کلشون پات. خوشت و مزاح کردم، شوخی کردم، گفتم حالشونو وگیرم شاید خوشت بیاد. وخوای واسه چای نخود ویارم، گرد نخود ویارم وریزم تو چایت وخوری، آفتابه رو پر کنم. وخوای تا اون وقت که روی سگت بالا نوی اومده من گورمو گم کنم. بر من آکتوری میکنه اینجا. چال پاسا برید برید. صلف سفا رفت
از همتون متنفرم. ها منم همینطور. تو که میخوای آخه آدم بشی دوی براره؟ من با تو چی کار بکنم؟ نباید تیر بهت میزنم آدم نمیشی، سبیلت میکنم میسوزونم آدم نمیشی، تیر میزنم به سبیلت آدم نمیشی. تو بگو، تو خودت بگو من چی کار کنم. موفق شدم که یکی از اشرار خیلی خطرناک اونجا را به هلاکت برسونم. قربان اسمش چی بود اسمش هم قربان احتمالاً این خرزوخان نبیده. کی؟ خرزوخان دیگه کدو خریه. خرزوخان یکی از یاغیای برره بیده که به دست بوهای سردارخان به هلاکت برسه. به هلاکت برسه، به دست بوهای سردارخان به هلاکت برسید. خرزوخان هلاکت برسید به دست. خب بس دیگه ببند حلقتا. تو یا واقعا خیلی احمق بشوری یا خودت زدی به نفهمی. خب خودت داری میگه که بابای سالارخان اونا به هلاکت رسونده. خب اگر اونا به هلاکت رسونده پس من چه غلطی کردم؟ من کجا بودم اون موقع؟ من نمیدونم، فقط اینجور که وگوان خیلی خرزوخان خیلی آدم سگجونی بیده. خرزوخان بس ببند حلقتا. نمایش سراسری دفاع از حقوق زنان میباشه. توش نوشته که به تو چه اصلا؟ به تو چه؟ درست بشی. کی اصلا گفته جلو موافقت اینجوری لنگه تا من دزروله؟ خب بفرما. از بخشداری مرکز اومده که یک نفر بفرستین برای آموزش مدیریت پیشرفته. منو بفرستم. من خیلی خوشم باید از ماموریت پیشرفته. خیلی خوشم. تو خیر سرت مأمور ژاندارمری هستی متاسفانه. بر چی تو رو ما بفرستیم؟ این مگه بر ژاندارمری آمده؟ بر بخشداری آمده. این یکی چیش توش نوشته بیدینو؟ شما منتظر نامه هستی آقا؟ خب نه. نامه نوشتی منتظر جوابش هستی؟ نه. پس غلط میکنه که دماغت تو نامه های مردم هسته. خجالت نمیکشی نامه خصوصی مردم میخونی؟ من خوشم باید بدونم اگه خبر بعدید من برم خبر بعد بدم. من خوشم باید خبر ببین حلقتا. بیا این مال اون خانم چیز میباشه، مال سهرناز میباشه. خب چی نوشته بید توش؟ این توش نوشته که کیانوش فرستاده اینا. نوشته که من تو شهر هست دندونش به تو چه اصلا؟ به تو چه اصلا که میپرسی؟ خب دیگه من یه فضولی نبکنم. الان ساکت بشینم فقط همینجور سومون باش مونم نگاه بکنم. حالا چیزه این یکی هم بگو. من الان دارم فهمیدم از دستشویی 1 ساعت دستشویی برای اینم بگو. این دیگه مربوط به خود ژاندارمری میباشه. این از مرکز آمده. نوشته که اخیراً تعداد راهزن چیز میکنن، امنیت راههای منطقه را به خطر انداختن. هر ژاندارمری که بتونه راهزن را دستگیر بکنه 1000 تومان جایزه میگیره. خب ما که راهزن نداریم، ما فقط یه زورگیر داریم که کیفون بید. یه خرزوخان هم بید که ایشون در سالیان شمپیت چورمت یک دفعه دیگه اسم این خرزوخانه جلوی من ببری سبیلات یک جوری میکنه که دیگه سبز نشه ها. یا آخه شمپیت راهزن که اسمش رو خودش هست تو ده فعالیت نمیکنه، حوزه فعالیتش توی جاده هست. پاشو سرجوخه نفله رو پیدا کن با هم بره گشت بزنی راهزن پیدا کنی برداری بیاری. هر راهزن پیدا کنی 100 تومن به تو جایزه میدم. پاش برو. بدو. الان تکلیف من با شما چیه؟ با اردنگ بندازشون تو بازدارشگاه تغرل. تکلیف من با این جانوری که افتاده داره بخش به هم میریزه چیه؟ تیر بارونش بکن تغرل خان. با این چه وضعیتی میباشه؟ من نبدونم واقعا نبدونم. خب من داشتم همفکری کردم. خب تو چرا هی داری تو ذوق من وزنی؟ من چقدر از دست تو وکشم آخه. خب همش حال من هی وگیری. تو اصلا خجالت نوکشی. این سیبیل منو وکنی. تو بدونی من چقدر باید زحمت وکشم تا این سیبیل دوباره در بیاد. یکی سیبیل تو رو وکنه خوشت بیاد. بابا من اینجا من خودم کسی بیدم. من رول اصلی بیدم مثلا. حالا چی بشده که من باید تو سری خود تو باشم؟ اصلا منو وکش. من حالم بگیرم آواز نخونم.
منو وکش تو از خورزو خالا بچم. نه منو وکش. من آی مرخصی و خام کف و کردم اینجا از بس میدم. مرخصی میخوای؟ ها بیا به برگ مرخصی تا برگ مرخصی تقاضای مرخصی نامه بید. لطفاً مرا به مدت 20 هفته ول کنید. اکبر و سرت با امت نکه نوشتی. بعدم دیگه چه ول کردنی؟ تو که تو ده خودت داری خدمت میکنی، بعدم ولت میکنم میری توی کوچه ها گردن خود میزنی نکبر، همش هم که خونت هستی دیگه. بعد چه میخوای بر مرخصی؟ من بخوام برام مرخصی روحیم خراب نشده دیگه، نمیتونم اینجا بمونم. تو اصلا روح داری که روحیه داشته باشی؟ اگه تو روحت من شلیک بکنم نمیشه. برگم شو. ندی دیگه. حرف آخرت همین بید دیگه. حالا پس منم به خورزوخان وگوام و یاد اینجا خاک اینجا رو به توبره وکشه، تو هم بیچارت وکنه، چنان بد وکنه، وکشتتت. دیو براره به یک شرط بهت مرخصی میدم. چه شرطی؟ که دیگه اسم این خورزوخان نکبت جلوی من نبری. خیلی سخت بید. نه سخت بید نه، پس پاش کم شو بری بیرون. حالا سعی خودمو وکنم بیا. قول میدی؟ قول بدم. بگو به جان مامان امینا. به جان من نه. آروم تر بگو. به جان نه. قشنگ بگو و امضا نمی کنم ها. گیر نبده خب بزن دیگه. به جان نه دیگه. فقط 2 روز. 2 روز. 20 هفته. 20 هفته که خود اعلی حضرت هم 1 هفته بیشتر نمیتونم مرخصی بدن نکبت. 20 هفته. مگه اینجا صاحب نداره که بازار سیاه رو انداختی؟ خب حتما صاحب نداره که من تونستم بازار سیاه رو اندازم دیگه. ببین راحتانه پس من اینجا چه کارم؟ من اینجا برگ چقدر هستم. شما تغرل بیدی رئیس ژاندارمری. زهرمار مردشور و سبیلت های برن. از فروش این برگای فایننس چقدر گیرت آمده؟ یکی 2000 تومان پول گیرم بیومده. رد کن بیاد. بس اینو بگو خشکه بخوای بهت وعدم. حرف اضافه نمال همینه میکنم تو سوراخ دماغت. بیا اینو ببر سر قبر خورزوخان بذار. من گفت من پاشم من بیارم بخشداری. من نبیا. غلط کردی که نمیای. مگه دست خودت هستم تمرد میکنی؟ شما مثل که فراموش نکردی من مرخصی و گرفتم. الان من یک غیر نظامی محسوب بشم. حالت گرفته بشد. شلیک بکنی با منم. نخور. یه روز یه پایین بره ریوره بخور زمین و تا آدم خونش سینه خیز بره. خوش غلطی میکنه اینجا تو. معرفی میکنم تغرل خورزوخان. با چه زهره معرفی که داری چرت و پرت میگی شمپت؟ یواش ناراحت نباش و هیچ مشکلی نبین. عصبانی باشه باش درست رفتار بکن. خورزوخان بیده این. گم شو چرت و پرت نکن. تغرل فرار بکن. بابا وای فرار بکشتم. من تعصب ندارم. برو مسخره بازی نکن. خودت چت زدی فکر کردی که همه خورزوخان سلام. خیلی خوش اومدی اینجا چیکار میکردی؟ خیلی خوش اومدی. مردشون رو ترکیب تا ببرن. خب این که مال بخشداری هست. بچه برداشتی با چه کوفت زهرمار تو مصرف کردی؟ پاشونی ببر بده بخشداری. من از شما معذرت بخوام آقای خورزوخان. شما این تشریف داشته باشی من الان خدمت برسم. ازش پذیرایی مکو الان بیاد دیگه. 2 روز تو رو ول کردم باز چه کوفت زهرماری مصرف کردی؟ پاشو برو میگم. چشم. پاشو برو دیگه. مردشون رو ترکیب تو رو با اون خورزوخان ببرن. معلوم نیست این خورزوخان چه غلطی کرده در این تاریخ برره که اسم خورزو بر من جلو میبره. کیمین خودم پاش برگم چه میری؟ ای که سنگ قبر تو رو خودم بر خوش نویسی بکنم با خط نسته از خورد. ببرارم به اینجا ببینم. به زهرمار نکبت چرا میخندی؟ خودشون ترکیب تا دارم بکنم سبیلاتو دوباره. سلام.
تغلالی فتلگارد یا گفلتارت من بالاخره نفهمیدم این تفلگارد بیاد یا گفلتارت بیاد ها یا بده من یک اسم فتلگارد خودم نتونستی بگویی که ها یا این چایی بخور اینو بگیر یه دونم برای خودم اینم برای خرزو خان و یا این چایو بخور حال و یا بخور دوباره چه کوفت زهر ماره مصرف کردی تو چرا اینقدر گیر بدی به خرزو خان و نشسته اینجا کاری هم با تو نبرده چرا اینقدر گیر بدی بهش آخه خب حالا و چایی تو بخور سرد نبشه بخور خوب بیدی شما قند بخور و یا قندو بگیر بخور دیگه و یا خب قند نبخوره این طورال این خرزوخان قند نبخوره به خاطر اینکه خیلی اهمیت بده به این هیکلشو بسا چون بعد جلو چشای من دیر شو ریخت نحس تو رو نبینم پاش ببری بیرون من اصلا نبرم اصلا نمیخوام برم من اصلا بخوام لج تو در برم بخوام اون روی سگ تا بالا بیاد با من یکی به دو میکنی نکبت من یکی به دو میکنم تنت میخوره تنم بخوره حالشو بگیر چیکار بخواه بکنی چی من اصلا نمیخوام برم همینجا برم ترکیب تو رو ببرن دیوانه ترینشون باید اینجا گیر من بیفته بغل دست من خدمت بکنه کیا چایی رو ول کن چایی رو ول کن میگم چایی رو ول کن کم بردی جلوشو ببند حلقتا یک کلمه فقط یک کلمه دیگه حرف بزنی سراغت میکنم حرف نمیزنی ساکت اینجا میشینی اگر میخوای در امان بمانی و زنده بشی کم بردی ببخشید این صدا چی بیده؟ باز چه توهم میزدی؟ این صداشو نشنوی صدای سازدهنی خرزوخان بیده خرزوخان سلام عرض و کنم واسه او سازدهنی تو بده به من بیا وشنو فقط ببین چی بزنم واسه حالا اجازه بده خانم بسه کار دارم تا خرزوخان تشریف بیارد تو براره شما رفتید دیگه نباید خانم معطل بشه بسیار خوب پس سلام منو به این آقای خرزوخان بله همین آقا برسونید خواهش بکن حتما سلام برسونید خدا نگهدار خدا نگهدار چی میگه؟ مردشو رو ترکیب تاره ببرن خود دیوانه کردی برا خب بحث منو خراب کردی تو خب چرا وزنی از سرم در نگیره خرزوخان مرده پاک و شریفی بید خب تلفن رو جواب بده به جای که منو بزنی خب مگه زنگ میزنم حاضر من نبشنوی زنگ بزنه این کی میده خرزوخان تو بیدی خرزوخان کجا بیدی منو بزنه این تغرل کتکاله اتاش گوشی رو بده من احترام نگه بدار بده میخوام با خرزوخان صحبت کار بدار گوشی خرزوخانو مکن تغلل من وکشمت تغلل